سلام برای عکس گلیتون. اومدیم شادو فایت پارت 3. آقا شاید بگیم مثلا چرا شادو فایت همشو نمیذاری؟ من بخوام شادو فایت همش بذارم، اونا که بازی میکنن میدونن شادو فایت فایت های زیاد داره. بعد من باز فایت ها رو براتون میذارم که درکی مثلا زیاد نشه. بعدا مثلا شاید بگی چرا ویدیوت کمه، نه چرا تو که ویدیوت کمه شد نمیذاری. و من بخوام شورت بذارم بخوام از شادو فایت شورت بذارم اصلا نمیشه، بدجور میشه. مجبورم ویدیو بذارم، به خاطر نت ایرانم من مجبورم ویدیو کم بذارم. ویدیو زیاد بذارم یه روزی 2 روزی گیرشم. بعدم به خاطر همین من نمیتونم ویدیو طولانی بذارم. بعدم حالا لطفا یه حمایت کوچیکی هم من بکنین، قول میدم ویدیوهامو طولانی